باد شدید بود و از روبرو می آمد. سلام، خوش اومدین به 92مین روز دویدن با من از 0 تا 21 کیلومتر. ساعت 1 ظهره. بریم بدویم. دمای هوا 3 درجه بالای صفر. دولای لباس پوشیدم. الانم داره بارون میاد. یه دونه ساشه منیزیم و نصف یک موز رو هم خوردم. هوا سرده، باد میاد، بارون هم که کلا میاد. خب برنامه امروز تمپوی متغیره. به این صورته که راند اول رو باید 1.5 کیلومتر با سرعت پایین در حدی که بتونم راحت حرف بزنم میدونم برای گرم کردن. بعد 2 تا راند پرفشار دارم، 2 کیلومتری هر کدومشون. این 2 کیلومتر هر کدوم به 2 تا راند 1 کیلومتری تقسیم میشه با سرعت‌های متفاوت. بعد از اتمام 4 کیلومتر پرفشار 90 ثانیه استراحت میتونم بکنم. بعد در نهایت راند آخر 1.5 کیلومتر با سرعت پایین برای استارت کردم. جمعاً 7 کیلومتر که 4 کیلومترش کاملا پرفشاره. بریم برای گرم کردن. توی پارک پرنده پر نمیزنه. امروز آخرین روز سال 2025 و همه سعی میکنن با خانواده آشنا بشن. بریم آخرین روز سال 2025 رو قشنگ تمامش کنیم. باد خیلی سردی هم میاد. راند 1 برای وارماپ تموم شد. راند 1 پرفشار 1 کیلومتر سرعت هم بالا. راند 1 پرفشار تموم شد. کیلومتر بعدی با سرعت بالاتر. اتمام راند 2 پرفشار. کیلومتر بعدی سرعت هم میارم پایین. اتمام راند 3 پرفشار 1 کیلومتر با سرعت بالاتر. قسمت‌های پرفشار تموم شد. 90 ثانیه استراحت دارم. باد شدید بود و از روبرو می آمد. راند آخر 1.5 کیلومتر با سرعت پایین تموم شد. با موفقیت انجام شد. خب من برگشتم. همین امروزم خوب بود. سخت بود به خاطر اینکه باد می آمد. بادم از روبرو می زد. باد انقدر شدید بود که چند بار نزدیک بود هدفونم حتی بیفته از سرم. مرسی که تماشا کردی. آرزو میکنم سال 2026 برای تک تک مردم کشورمون پر باشه از شادی، سلامتی و موفقیت و شنیدن خبرهای خوب. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنی. فردا میبینمت.